برعکس گنگ، حالتون چطوره بچه‌ها؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو بمب دیگه از چنل من. امروز قراره بریم سراغ یه ویدیوی دیگه و پارت دو، که تو پارت یک خوب تیممون بازی کرد ولی در آخر یه باخت سنگین جلوی الهلال داشتیم. اینجا هم که توی لیگ فعلا شیشمی، ما اصلا جایگاه خوبی نداریم. بریم سراغ بازی با الاتحاد. کاستومایزش رو فقط من یه چکی بکنم که لباسامون هم درسته. بله، بازی توی ورزشگاه خود ریاضم هست. بریم برای این مسابقه. ورزشگاه ریاضم که هنوز ندید اسمش، سندرسون آرنا هست و اینم از ورزشگاه تمام قرمز مشکی ریاض عربستان. بریم برای مسابقه حساس، چون که یونای امری مربی کارکشته تیم ریاض عربستان در مقابل یکی از تیم‌های قدرتمند عربستانی یعنی الاتحاد قرار گرفته. ضربه بلند ترشتگن به میانه‌های میدان، ضربه سر رو اونجا میزنه جان دوران. توماس پارتی پاس میده به محمد صلاح هم یه پاس خوب پشت مدافعین ارسال کرد. جان دوران اونجا ضربه سر رو میزنه. میریم برای یه سانتر توپ روی دروازه که نتونستیم ضربه سر رو به خوبی بزنیم و توپ گل نشد برای تیم ریاض عربستان. یه ضربه سر بلند خوب، جان دوران چقدر خوب داره کار میکنه با محمد صلاح. جان دوران چقدر خوب زد، چه فیکی داد، ضربه اول میزنه، ریواندم زدیم ما که دروازه رو نجات میده مدافع الاتحاد. چه سر توپی زد جان دوران رو، اینجا دروازه‌شون رو نجات داد. بدیم توپو به هاکان بندازه خیلی بهتره. هاکان کورنر زن خوبی هم هست، ارسال توپ خوب روی دروازه و توی گل نشد. حالا میتونن برن یه ضد حمله طراحی بکنن بازیکن الاتحاد. ببینیم با این توپ چی کار میکنن. میخواد از اون سمت حمله کنه که یه تک زد و با خطا متوقف کرده. کارت زردم نگرفته، اینطوری که معلومه یه توپ میرسه زیر پاشینا. ترشتگن موقع هستم چنان و چه گل مسخره‌ای خورد ریاض. اولو چه توپی گرفت ترشتگن و چه گل مسخره‌ای خورد ریاض. یک لحظه غفلت و اشتباه مدافعین باعث شد که این اتفاق بیفته. چقدر بدجا اشتباه کردن مدافعین. این همه جا برای اشتباه بود، اینجا رو دیگه نمیشه پذیرفت. هاکان اون سمت دید موسونا رو، خود موسونا بازیکن سرعتی هم هست. بریم ببینیم ما تو چیکار میکنیم. گوت گرفت موسونا، خودش هم میاد سری پشت توپ. هاکان موسونا یه پاس خوب دیگه برای هاکان، چانوغلو، هاکان و کورنر. موسونا آمده پشت ضربات کورنر قرار گرفته. ارسال توپ برای جان دوران که نرسید اونجا. جان دوران به توپ، حالا موقعیت هست میتونن برن یه ضد حمله روی دروازه تیم ریاض بیارن. یه پاسم میدن که اجازه نمیده توموری. حالا بلند ضربه رو میزنن جایی که جان دوران هم که خوب هد میزنه. واقعا توی هد زدن رو دست نداره. محمد صلاح میتونه بازم با دور زدن دفاع حمله خوبی رو طراحی کنه. صلاح موقع داره، صلاح میزنه تیر دروازه، زیر طاق دروازه الاتحاد. توی این صحنه فروریخ موقعیت یه ضربه دیگه و توی دروازه یه گل استثنایی میزنه محمد صلاح. واقعا خرید خوبی بوده برای ریاض عربستانی. صلاح اینجا باز هم یه تغییر مسیر داد و پشت دروازه هم بود. تقریبا این دفعه گلش کرد. یه دفعه زد تو تیرک، این دفعه تو بست به تور و ریاض نیامده تو ورزشگاه خودش که ببازه. حالا باید بریم شاهد کامبک ریاض باشیم، احتمال خیلی زیاد. موقعیت هست، صلاح میتونه باز هم بره دفاع رو دور بزنه. این کارو هزاران بار انجام داده، یه بار دیگه هم این کارو میکنه. موفقه توی همه این حرکات و این دفعه دروازه‌بان الاتحاد. میتونه دوباره ارسال، جان دوران رو سرشه، نیامد. حالا از اینجا یه ضربه، دوران اینجاست.
ارسال میتونه انجام بده، دوباره یه ارسال، این دفعه برای جان دورانه و توی دروازه. گل برای ریاض عربستان. چقدر خوب داره بازی میکنه این تیم عربستانی، چقدر دارن مسلط کار میکنن بازیکن ریاض توی خونه. چه یه سر توپ خوب، فکر کنم صلاح بود، چه سانتی کرد، خود صلاح هم بود و یه ضربه سر از جان دوران. همه چی از صلاح بازم آغاز شد، ضربه سرش هم زد و دیگه کاری از دروازه‌بان الاتحاد بر نمی اومد. جان دوران دروازه رو باز کرد، کاری کرد که با یک اختلاف بیشتر و یک کامبک و یه روحیه فوق‌العاده تیم قدرتمند ریاض عربستان بره به رختکن و ستاره بازی هم کسی نیست جو محمد صلاح تا به اینجای کار. عملکرد خوب صلاح اصلا هر چی رو نگاه کنی به نفع ریاضه، چه از شوتا بگیر، چه از مالکیت بگیر، چه از پاس بگیر، چه از تکل بگیر، چه از اصلا خطا بگیر، از هر چی بگیری به نفع ماه، چه کورنر چه آفساید که نگرفتیم، ولی خب یعنی نصف بازی چجوری بگم 75% بازی دست ما بوده و این گونه است که قدرت خودشو به رخ میذاره یه تیم عربستانی با همچین سرمربی خوبی. حالا جان دوران اونجا یه پوشش میده ولی با خطاست و خطا رو میگیره، اونجا یه شیطنتی هم کرد و نذاش بازی کنه الاتحاد سود بره و توپو برداره. دیدید که یه بدن ریز سپر کرد. حالا یه توپگیری خوب، جان دوران باید اونجا توپو پاس میداد، توپ یک لحظه با تایم بندی جور در نیامد و توپ نتونست برسه به بازی کنی که باید. یه توپگیری اگه بتونیم که خطا گرفته شد، چقدر مگه تونیم کشی یه آوانتاژ. محمد صلاح باید اضافه بشه. البته بلند کار کردن نمیتونن به تیم ریاض عربستان آسیب برسونن. ببینیم یه پاس خیلی بد بود این پاس از موسونا، مهاجم چپ ریاض عربستان که خیلی وقت هم هستش داخل این تیمه. خیلی هم مهاجم چپ خوبی نیست و نمیدونم چجوری یونای امری بهش اعتماد کرده، ولی خب به نظر من خیلی هم قوی تا اینجا که بعد ظاهر نشده. حالا درسته یک سری نقضا داره ولی میتونه با تمرین همه این نقضا رو برطرف کنه. سربرم زدن که ترشتیگن ایستادگی میکنه بلند، حالا خیلی این دفعه بلند کار کردن خطرناکه. رو کورنر ما یه بار آسیب دیدیم دیگه نباید ببینیم. حالا داوید آلابا میتونیم بریم برای یه ضد حمله. داوید آلابا پرساتی 4 تا دفاع هنوز عقبه، من که فکر کردم 3 تا دفاع عقبه، ولی چقدر داره کار تدافعی ادامه میده تیم الاتحاد. از الاتحادی که انقدر مهره داره بعیده که بخواد اینطوری تدافعی کارا ادامه بده. موقعیت داره الاتحاد سربرم زدن و یه سیو خوب از ترشتیگن. بلند دوباره کار میکنن، کلا انداختن رو توپای بلند هم که تیم ما با این آسونیا ضربه نمیخوره. این دفعه هم دفاع ندارن، این دفعه دیگه 4 دفاع نیستن و شاید بتونیم از این سمتی حمله یه صورت بدیم. یه پاس رو به بیرون خوبه محمد صلاح هم که نشان دوران یه لحظه باید از داور اونجا اجازه نداد برسه توماس پارتی. موقعیت خطرناکه که شکل رفته برای بازیکنای الاتحاد. اونجا میاد داوید آلابا یکم جلو پوشش بده دیگه، بقیهش با هافبکا باید باشه و داوید آلابا بره یه جاگیری خوب انجام بده. نباید بذارن پاس بده داد، نباید بذارن بزنه ضربه رو. باز هم ترشتیگن. داوید آلابا اونجا جلو میاد که نذاره که راحت کاره زمینیش انجام بدن. اونجا اصلا هم توپ گذاشت و یه توپ گیری کرد. داوید آلابا باز هم یه توپ گیری کرد ولی همونو لو داد. تیم ریاض عربستان خیلی رفته تو لاک دفاعی، باید حواسشون باشه. موقعیت همچنان هست برای تیم عربستانی. چه زاویه بسته خوردین ترشتیگن، بعید بود اینطوری گلای زاویه بسته بخورین
ترشتگن که دریافت کرد گلو. زاویه بسته بعدی هم خوردیم. من بازی رو عوض کردم برای محمد صلاح. شاید بتونه کاری از سمت خودش صورت بده. صلاح انرژی خودش هم که کاملا جمع کرده برای همچین موقعیت‌های. و کورنر موسونا ارسال توپ روی دروازه جان دوران. نه دوران نیست، توماریه. گل سوم برای ریاض عربستان نمیخواد ببازه. موسونا چه ارسالی کرد، چه توپی انداخت و ضربه سرم زد و دیگه نمیتونست دروازه‌بان کاری کنه. و اینم یه برد شگفت‌انگیز برای ریاض عربستان. به زیبایی هرچه تمام ریاض تونست این بازی رو ببره، حالا چه به سختی و چه به آسونی، ولی هر چی بود که به زیبایی برد. و اینم چهره یونای امری. میبینید که چقدر خوشحاله این یونای امری. واقعا عملکرد تیمش خوب بوده. آقای امری داره از تیمش هم تعریف میکنه و اینطوری با یه گل خیلی خوب دروازه رو باز کردن. اینم که از جدول که جای خوبی هم داره تیم. موسونایی که انگار نمیتونه به بازی اون سمت ادامه بده که کاری نداره، ما درستش میکنیم. میایم اینجا در این قسمت و آقای موسونا رو پیدا میکنیم توی این قسمت و بهش یه تمرین میدیم که بتونه بازی کنه. این نبیش میدیم که راحت بتونه دیگه پستشو بعد چند وقت بازی بکنه. اینم از اینو. یه سری مسابقه داریم که خیلی مسابقه اساس نیست تا مسابقه با النصر بریم ببینیم که تیممون چی کار میکنه و میتونه عملکرد خوبی را خودش به جا بذاره یا نه. که یه برد ارزشمند قاطعانه باید تیم ببره. چرا باید از التعاون ببازه تیم؟ چرا باید از التعاون ببازه تیم؟ یه 3-2 خوب بردیم ولی یه باخت مسخره اینجا شاید 3 امتیاز راحت ها ازمون گرفت. بله ببینیم موسونا هم علامت تعجبش رفت. گفتم بعد چند تا بازی خوب و اوکی میشه. بریم ببینیم ریاض الان چندمه تو جدول. سومیم و اینکه خیلی برامون مهمه این بازی. بریم سراغ بازی با النصری که خیلی هم تیم قوی قشنگ باروبندی رو بسته بیاد جلو ریاض. ولی اینو میدونیم که ریاض هم تیمی نیستش که به این آسونی ها پابست بکسه. من دارم چی میگم، پاپس بکشه. بریم سراغ مسابقه. همون اول کار توپ لو دادیم. یه دقیقه من وایساده بودم، حواسم یه دقیقه نبود. توپ لو دادیم ولی ایرادی نداره، میتونیم توپ بگیریم. اولین موقعیتم دارن بازیکنای النصر میارن. نباید اجازه بدیم توپ گل بشه چون واقعا مسخره میشه. زدم پای بازیکن ما رو هاکانو ولی هاکان پا شده. میتونیم بریم برای موقعیت یه انتقام هم میتونیم بگیریم حتی از بازیکن النصر. موقعیت داریم. موسونا یه پاس رو به بیرون خوب اونجا، یه پاس تو در خوب اونجا میخواد، یه پاس کاتبک خوب میخواد اونجا که اصلا خوب نبود. یه اشتباه. کیه اونجا؟ جان دوران نتونست اونجا توپو کنترل کنه. این مهاجم نوک جوان. مارتینز موقعیت هست همچنان پوشش داده شده توسط این تیم. کریس رونالدو اونجا. دفاع ریاض شاید بگم دفاعی واقعا خوبی بودن و عملکرد دفاع ریاض عربستان واقعا عملکرد شگفت انگیزی بود. یه ارسالی دروازه کریس رونالدو ضربه رو زد. تیر دروازمون و تاق دروازمون داشت فرو میریخت ولی شانس با همون یار بود که ضربه سر کریس وارد دروازمون نشد. حالا ما میتونیم بریم و زهرمون رو بریزیم. جان دوران یه پاس میده به محمد صلاح یه پاس خوب اگه اونجا برسونه. نتونست. جان دوران اونجا پاسشو به هر چقدر که بگیم خوب بود توپو برسونه. یه موقعیت اونجا میتونه فراهم بشه اگه جان دوران توپو میزد که بازم نتونست. حالا موقع از اون سمت میره فراهم بشه برای النصر. کریس اومده اونجا به توپگیری تیم کمک میکنه. داوید آلابا اونجا
روش وایساد و خطا برای ریاضه، خطا برای ماه. داور خطا رو برای ماه اعلام کرد. یه پاس خیلی عالی برای بازیکن تیم ما. چقدر خوب اونجا پاسشو داد آقای هاکان. حرکت داره محمد صلاح از همون حرکات همیشگی خودش که همه ازش میترسن و کورنر هم نشد. داور کورنر رو نشون داد ولی کورنر نشده انگار. شاید هم ما اشتباه دیدیم. بریم سراغ ادامه کار. یه لحظه میتونستیم اونجا توپو بگیریم. حالا موقعیت اسادی و مانع داره حرکت میکنه. یه پاس خوبم داده به کریس رونالدو. کریس رونالدو میخواد عبور کنه از سد توموری که نمیتونه. اون سد رو باید راه بندازیم الان. کی داد؟ پارتی فکر کنم داد ولی صلاح راه بیفته شاید تیم راه میفته. یه تکل خوب، برنامه‌های خوبی پیاده کردن برای گرفتن محمد صلاح. با اون سمت که الکس تلس هم حضور داره. میگم برنامه خوبی تا اینجای کار که پیاده کردن. خود الکس تلس از دفاع کنده بیاد اونجا یه ارسال تو باز هم زدن و این دفعه دستان تنومنده ترشتگن به کمک تیر دروازه. چه نیمه اولی دیدیم مثلا نفهمیدیم چجوری زمان گذشت. نیمه اول جذابی بود مخصوصا برای النصر. حالا باید بریم ببینیم که ما میتونیم نیمه دوم جذابی رو برای خودمون درست بکنیم یا نه. النصری که خیلی خوب داره کار میکنه ولی هنوز نتونسته از لایه‌های دفاعی تیم ریاض به خوبی عبور بکنه. موقعیت هستش همچنان. یه پاس پشت پای خوب، درست کردن فضای خوب برای سادیو مانه چه فضایی براش درست شد. دوباره همون حرکت قبلی تکرار میکنن. یه ضربه از همونجا بازم دستان تنومند ترشتگن. این دروازه‌بان آلمانی توی این لیگ که داره خوب عمل میکنه. توی لیگ عربستان داره میدرخشه. ارسال تو بلند باید بتونن عبور کنن. نتونستن یه جا بدجام توپو لو دادن و هر جوری که هست به زیر توپ میزنن که اوضاع یکم آروم‌تر بشه. سلطان الغنا ارسال تو توسط دست از روی نقطه اوت. موقعیت هست مارتینز یه پاس خوب برای کریس رونالدو. یه پاس خوبه دیگه. چه پاسی داد اونجا رونالدو و حالا دروازه باز شد. چه بازیکنی هم اومد پاس گل داد. کریس رونالدو اینه که میگم بازیکن هر چقدر که پیر بشه نباید از کیفیتش کم بشه. صلاح اونجا اگه بتونه برنامه خوش پیاده کنه که کاملا تحت پوشش قرار گرفته. محمد صلاح میخواد عبور کنه. سادیو مانه به این آسونی نیست عبور کردن از لایه‌های دفاعی تیم ریاض. حالا محمد صلاح تونست یه دفاع رو پیش رو برداره. بعد بریم ببینیم که در ادامه چیکار میکنه. دفاعی که دارن هم پای او و هم راستای او قدم برمیدارن. قشنگ آنالیز کردن محمد صلاح و کریس رونالدو. حالا روی پاس سادیو مانه عبور میخواد بکنه از خط دفاعی که نتونست. پاس خیلی بد از توموری. یه پاس دیگه چه پاسایی دارن میدن. من بازیکن النصر پشت پای خوب و دروازه النصر که باز میشه. دروازه النصر برای بار دوم، یعنی النصر برای بار دوم دروازه ریاضو باز میکنه. بریم ببینیم میتونه ریاض عربستان کاری صورت بده یا که نه. باید تسلیم النصر بشه توی این ورزشگاه. با محمد صلاح بین 3-4 تا بازیکن تو عبور میده. ضربه شم زد و توی دروازه. اینطوری نمیشه محمد صلاح متوقف کرد. یا باید کامل متوقفش کنی. اگر نصف نیمه بود بالاخره زهر خودشو میریزه. تازه دقیقه 77، یعنی زمان زیاد دیگه خیلی باقی نمونده و باید هر چه زودتر ریاض اگه میخواد به گلی برسه از همین الان پایه و اساسشو بچینی. پس بعد از هاکان موقعیت میره پیش بیاد. بازم جاگیریه بعد از هاکان. چاقانوغلو میخواد ضربشو بزنه که اجازه نمیدن. هر چه زودتر باید کارو صورت بدن از اون سمت. محمد صلاح، خود صلاح، ببینیم با این توپ چی کار میکنه. صلاح عبور کرده. محمد صلاح نمیذارن، اجازه نمیدن این
صلاح بین آسونیا عبور کنه. خود صلاح موقعیت هست، سر برا زد و داوید اسپینا. باید ببینیم که چی کار میکنن. به این بالاخره میتونن به گل تساوی و بزنن. ضربه سر خطرناک. توموری هم نتونست. ریاض داره فشار میاره، نمیخواد بازی رو به این آسونی ببازه به النصر، چون واقعا توی دوتا غافلگیری قافیه رو تا اینجا باخته. به النصر دیگه کامله. النصر یه چند دقیقه وقت طرف کردن و ریاضی که خوب کار کرد اینجا بازی رو باخت. البته دور از انتظار نبود که النصر هم خوب کار کرد. میگم اینجا جدال بین تیم‌های بزرگ خیلی سخته. یهو دیدید الاتحاد اومد از الریاض باخت، یهو هم دیدید الهلال اومد به الریاض 5 تا زد. میدونید خیلی اینجا جدال حساسه توی لیگ عربستان. یهو دیدید اینجا الان 2-1 النصر برد، توی برگشت النصر به خاک سیاه بشینه جلوی ریاض عربستان. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. یه ویدیو دیگه میبینمتون. فعلا بدرود.